تاجیکستان از کنار راست محسن اسامدینوف پهلوان ولایت سرخندریای جمهوری همجوار ما از ازبکستان یک اسب و دو گوسفند تحفه هر دو پهلوان مقرر شد. با هر دو بخت و برار میخواهیم. مرحبا. مانکن فردا خسرو در مرکز میدان هنرنمایی دو پهلوان انعکاس می شود. یکی شریف جمهوری تاجیکستان و محسن جمهوری ازبکستان. نمایی پهلوانان دیگر رو هم یک جای تماشا میکنیم بعد از لحظه ای که معرفی می شود. کسی باشد تیار هستم میگم. من به میدان ازبکستان منصور رحمان جمهوری تاجیکستان برای سب نظام جان باید در بالای گلیم گیریم. این طلبات کمیته تدارکات مسابقات امروز است. گوشتین نصرت الله فیض الله از نام همه پهلوانان و مخلصان سرشمار جهانی سپاس میگوییم که این آن و تحفه های خیلی شایسته تأسیس دادم. آنها ترتیب میدانداری منصور ناظم رنگ دیدن. تشکر. این منطقه را آزادتر کنه برادر عزیز. در این لباسی سفید پوشیده شما اکا شبکدار این بچه را بگو. این خب شما شما محسن و شریف در گلیم مرکزند و مبارزه خواهشمند پهلوانان دیگری کشور که از ازبکستان باشند با ورزشگری شناخته اگر از تاجیکستان هم باشد برای جایزه عالی حق مبارزه را دارد. خیلی خوب. تشکر. هر دو پهلوان هم یک مرام و یک زن هنرنمایی کردند. هرچه شما بسیار مهم است. شهامت میدانداری را رنگ دیگر داد و همه مخلصان هم سپاس میگوییم که ما را تا این ساعت ششم میدانداری همراهی کردند. و سردار مسابقات شمس‌الله برای خیلی خدمت‌های ارزنده از احیای طبیعت از نوروز خجسته پای ارزیابی میکنیم.
همه شما را باری دیگر به شهر بخت و شهامت ایدی متمتن که خدمت کردم با اینها هم سپاس و تشکر میگوییم با بحرالدین زایرов با گروه نواربرداران کل شبکه های تلویزیون تاجیکستان و رحمت شاه عابد برای این عکاسی سری وقتی گزارش در اخبار تلویزیون تاجیکستان هم عرض سپاس می‌نماییم. یک مشکلی هم به نتیجه چون مخران و امید داوری اینها را در گرم دیگر کی ماریم در میان پهلوانان کشورهای آسیای مرکزی به همتا و نبودن چهره سرشناسی ورزش تاجیک این هم مایه افتخار ما و شماست. برنده مدال نقره و همچنین مدال برنجی مسابقات با نفوذترین سیاره گرند اسلم این هم کار سهل نیست و افتخار این نابرمردی میدان‌های با نفوذترین دنیا یک کفکوبی صمیمانه و یک صدای هزار پنج پرتا بسیار خوش آمدید به سرزمین تاجیکستان کشور محبوب و عزیزی که همیشه شما قدر شناسی و اندیشه خود را باز بیان میکنید. بابا خودمون Oh!